گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 106. این برنامه در پاسخ ابراز لطف خاص آقایان حسن شهباز و شهیدی و 20 تن از هنردوستان دیگر. دوشان پری گرخنه به دلها نمود و رفت، آمد به ناز و بوسه ای از من رو بود و رفت. سرمست از می آمد و سرخوش نشست و حیف یک لحظه همچون مستی آن باده بود و رفت. یک جرعه داد و ساخت مرا تشنه کامپر، یک جرعه داد و ساخت مرا تشنه کامپر، دردی به دردهای درونم فزود و رفت. ماه تمام بود و ولیکن چو ماه نو آمد دمی و گوشه ابرو نمود و رفت.
ماه تمام بود و ولی که چو ماه نو آمد دمی و گوشه ابرو نمود و رفت. من منتظر که از پی آن بوسه چون کنه لب را به گفتگوی دیگر ناگشود یا از داستان عشق و وفا بین ما همان آهنگ بوسه بود که دستان سرود رفت تو سرمست و خمارم خبر از خویش ندارم سر خود نیز ندانم که تقاضای تو دارم دل من روشن و مقبل ز چو شد با تو بگویم که در این آینه دل رخ زیبای تو دارم مکن ای دوست ملامت بنگر روز قیامت همه موجم
همه جوشم سر دریای تو دارم. در دربان تو آیم ندهد بار و برانم، خبرش نیست چه پنهان چه تماشای تو دارم. دل از این پس نخروشم، نکنم فتنه نجوشم، به دلم حکم داره دل گویای تو داره. دل از این پر نخروشه، نکنم فتنه نجوشه، به دلم حکم که داره دل گویای تو دارم، به دلم حکم که داره دل گویای تو دارم. هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.